بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و خداوند دانایی. امشب بازم در خدمت شما دانشجویان محترم قرار داریم با ساینس صنف دوم درس ششم جلوگیری از فرسایش. شما میفهمین در اصل هدف از این درس جلوگیری از فرسایش خاک است. گرچند ما فرسایش کوه ها را هم داریم، اما هدف اصلی جلوگیری از فرسایش خاک است. خب، آب و باد می توانند شکل زمین را تغییر بدهند. شما میفهمین که سطح زمین یا قشر زمین اکثرا از خاک ساخته شده و این خاک در زندگی ما اهمیت خیلی زیاد داره، به این معنا که تمام موجودات زنده و نحوی به خاک ارتباط دارن. یعنی چی؟ یعنی مواد غذایی از خاک به دست میاد و تمام نباتات و علف ها و اشجار و میوه‌جات را که شما میبینین اینا در خاک میروین. بنابراین آب و باد میتوانه خاک را فرسایش کنه و خاک را از بین ببره. پس ما باید چی نوع تدابیر را اتخاذ بکنیم، چی نوع تدابیر را در نظر بگیریم تا از فرسایش خاک جلوگیری شود. همه سال دهقانان میلیون ها تن خاک های حاصلخیز خود را از دست میدهند. چگونه از دست میدهند؟ یکی از عواملی که بسیار مهم و عمده هست آب است. آب باعث فرسایش میشه، باعث فرسایش خاک میشه، به این معنا که خاک های حاصلخیز را از یک نقطه به نقطه دیگری انتقال میدهند. و همچنین عامل فرسایش دیگه خاک عبارت از باد است. باد نیز خاک های نرم را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میدهند. شما میدانیم که تمام مواد غذایی مربوط به خاک است. بنابراین دهقانان و مردم تلاش زیادی میکنند تا جلوی فرسایش خاک را بگیرند. اگر جلوی فرسایش خاک گرفته نشود، به این معنا که محصولات کمتر و محصولات کمتر به معنای غذای کمتر برای موجوداتی که در روی کره زمین زندگی میکنند میباشد. پس برای جلوگیری از فرسایش خاک روش های متعددی وجود دارد که این روش ها، یکی از روش ها عبارت از روش های سرسبز نمودن خاک است. و این معنا که در داخل خاک باید گیاهان بروید و ریشه ای گیاهان خاک را نگه می‌دارد، نسبت به جایی که خاک هیچ نوع گیاهی در خود نداره و هر موقع آب بیاید مقدار زیادی از خاک را با خود انتقال میده. یک نمونه ملموس از دزدیده شدن خاک توسط آب و باد دلتای میسیسیپی است که در انتهای رودخانه میسیسیپی قرار دارد زمانی که وارد دریا میشه و چنین نوع دلتاهای ما در تمام قسمت‌های از دنیا میبینیم. پس زمانی که آب جریان داره خاک حاصلخیز را با خود به دریاها انتقال میده. دانشمندان برای جلوگیری از فرسایش خاک رودخانه ها را مطالعه میکنند. آنها میخواهند روش های جالبی را پیدا بکنند تا در آینده بتوانند خاک های حاصلخیز را در همان جایی که قرار دارند نگه دارند. بر همین اساس قدیمی ترین روش جلوگیری از فرسایش خاک این بوده که بوجی ها را پر از خاک میکردند و در حاشیه رودخانه ها روی همدیگر مانند سنگ میچیدند تا یک خاک های بیشتری ضایع نشود. اما امروزه سازه های بتونی بسیار منظم ساخته میشه، از پیش ساخته وجود داره. اینا را در حاشیه رودخانه ها طوری با همدیگه میگذارن که اینا به همدیگه قفل میشه و محکم میشه و باعث میشه که خاک هایی که در اطراف کنار رودخانه هاست بیشتر از این ضایع نشود. باد نیز میتواند خاک را فرسایش نماید و یا خاک ها را بدزدد.
چنانچه که خاکهای سرخی که در سواحل برمودا قرار دارد در حقیقت میلیون ها سال پیش این خاکها مربوط به قاره آفریقا بوده است و امروز در سواحل برمودا در ایالات متحده قرار و یا خاکهایی که در سواحل ایلینویس قرار دارد و یا خاکهایی که در جاهای مختلف قرار دارد از یک نقطه به نقطه دیگر توسط باد انتقال داده می شود و دانشمندان بهترین روش برای جلوگیری از فرسایش خاک توسط باد را مرطوب نگه داشتن خاک در نظر گرفتند. زمانی که خاک مرطوب باشه مسلما علف ها در اونجا می روید، ریشه می دوانه و این علف ها نمی گذارند این خاک توسط باد از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال داده شود. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم دو تا روش برای جلوگیری از فرسایش خاک وجود داره. روش اول به این معناست که خاک باید سرسبز باشه، یعنی گیاهانی باید کاشته شود تا ریشه گیاهان خاک حفظ کنه و روش دوم روشی است که سرعت باد کاهش میده. برای کاهش سرعت باد درختان شانده میشه و این درختها در اطراف مزارع از یک طرف ریشهشان خاک نگه میداره و از طرف دیگر زمانی که جریان باد با سرعت به این درختها برخورد میکنه سرعتشان کم میشه. بنابراین دهقانان همیشه فضای سبز را در مزرعه خود نگه میداره به خاطر جلوگیری از تخریب خاک و فرسایش خاک و در عین حال در فرسایش خاک در زمینهای شیبدار خیلی زیاد است و دهقانان برای جلوگیری از فرسایش خاک در زمینهای شیبدار معمولا زمینها را هموار و به شکل پله پله میسازند به خاطری که خاک از اینا ضایع نشود. بنابراین فرسایش خاک در زمینهای هموار اگر خیلی کاملا هموار باشه اصلا صورت نمیگیره و خیلی کم صورت میگیره و بیشترین فرسایش خاک را ما در زمینهای زراعتی داریم که شیب تندی داره و این شیب تند باعث میشه که آب خاک حاصلخیز را از روی سطح زمین بشوید و ببرد. بنابراین دهقانان از یک روشی به اصطلاح پته پته یا پله پله زمین ها را درست میکنن و به این خاطر از فرسایش خاک جلوگیری میکنن و در عین حال در لبه هر از این پته ها درخت و نهال میشنن تا اینا پایدار بمانند. این بود بحث ما امشب در رابطه با فرسایش خاک. امیدوار هستیم شما دانشجویان نیز اگر مطالبی به ذهنتان در رابطه با فرسایش خاک به ذهنتان میرسد در کامنت ها با ما شریک بسازید. با امید موفقیت بیشتر شما عزیزان. خدا نگهدار.